فصل دوم، درس اول. ثروتمند برای پول کار نمی کند. بخش دوم. منتظر ماندن در صف در روز شنبه. من خودم را برای روبرو شدن با پدر مایک آماده کرده و منتظر آن روز بودم. حتی پدر واقعی من هم از دست او ناراحت بود. پدر واقعی من، کسی که او را پدر فقیر خطاب می کنم، او بر این باور بود که پدر ثروتمندم قوانین کار برای کودکان را نقض کرده است و باید به این موضوع رسیدگی شود. پدر تحصیل کرده فقیرم به من گفت تقاضای آنچه را که سزاوار آن بودم بکنم. او حداقل ساعتی 25 سنت به من توصیه کرد که اگر نتوانستم مبلغ را افزایش بدهم به سرعت استعفا بدهم. حتی با عصبانیت به من گفت تو به هیچ وجه به آن کار لعنتی احتیاج نداری. شنبه صبح ساعت 8 داشتم وارد همان خانه فرسوده مایک می شدم. زمانی که وارد خانه شدم پدر مایک به من گفت بنشین و منتظر باش تا نوبت تو بشود. برگشت و رفت به دفتر کار کوچکش که بغل اتاق خواب بود. نگاهی به اطراف انداختم ولی مایک را آنجا ندیدم. احساس راحتی نداشتم. با احتیاط در کنار همان دو خانمی که 4 هفته پیش آنجا بودند نشستم. آنها لبخندی به من زدند و به آرامی جایی برای نشستن من روی کاناپه باز کردند. 45 دقیقه گذشت. دیگر داشتم عصبانی می شدم. آن دو خانم با او ملاقات کردند و حدود نیم ساعت پیش آنجا را ترک کرده بودند. آقایی که سن بالاتری داشت نیز به داخل دفتر او رفته و حدود 20 دقیقه پیش آنجا را ترک کرده بود. خانه خالی بود و من در یک روز زیبای آفتابی هوایی آنجا در اتاق نشیمن تاریک و پوسیده او نشسته و منتظر بودم تا با یک آدم خسیس و تنگ نظر که بچه‌ها را به کار می گرفت صحبت کنم. می توانستم صدای پای او را که با بی‌اعتنایی دور اتاق راه می رفت بشنوم و یا اینکه با تلفن صحبت می کرد. گویا مرا فراموش کرده بودند. دیگر آماده بودم که از آنجا بیرون بروم ولی به دلایلی ماندم. بالاخره بعد از 15 دقیقه رأس ساعت 9 پدر ثروتمند از دفتر کارش بیرون آمد و بدون اینکه حرفی بزند با دستش به من اشاره کرد که به داخل دفتر رنگ و رو رفته‌اش بروم. پدر ثروتمند همینطور که با صندلی دفتر کارش چرخ می‌خورد گفت من فهمیدم که تو می‌خواهی دستمزد بالاتری بگیری و در غیر این صورت استعفا بدهی. خب پس تو نمی‌خوای روی معامله‌ای که کردی بمانی. بغض گلویم را گرفته بود. به راستی برای یک بچه 9 ساله رو در رو شدن با یک آدم بزرگ بسیار هولناک بود. جواب دادم شما به من گفتی اگر برایت کار کنم به من آموزش می‌دهی. خیلی خوب، من کار کردم. سخت هم کار کردم. حتی به خاطر کار کردن برای شما بازی بیسبال را رها کردم. ولی حالا شما روی حرف خودتان نیستی. به من هیچ روشی یاد ندادی. همانطور که همه اهالی شهر فکر می‌کنند شما یک کلاهبردار و یک آدم حریص هستید. شما همه پول‌ها را برای خودتان می‌خواهید و هرگز به فکر کارمندانت نیستی. شما مرا ساعت‌ها معطل کردید و هیچ احترامی برای من قائل نشدید. من فقط یک پسر کوچک هستم. باید بهتر از اینها با من رفتار می‌کردید. پدر ثروتمند روی صندلی چرخید و دستانش را زیر چانه زد و طوری به من نگاه کرد و خیره شد که انگار داشت درسی به من می‌آموخت. پس گفت بد نیست. در عرض کمتر از 1 ماه مثل اکثر کارمندان من حرف میزنی. پرسیدم چی؟ نمیدانستم منظورش چیست. به شکایت خودم ادامه دادم و گفتم من فکر کردم که شما میخواهید پای معامله‌ای که کرده اید بایستید و به من آموزش بدهید. ولی حالا میبینم که میخواهید من را شکنجه کنید. این ظالمانه است. به راستی ظالمانه است. پدر ثروتمند به آرامی گفت من دارم به تو آموزش میدهم. با عصبانیت گفتم چی به من یاد دادی؟ هیچ چیز. شما حتی از زمانی که من قبول کردم برای یک مبلغ ناچیز برایتان کار کنم حتی 1 بار هم با من صحبت نکرده اید. 10 سنت در ساعت. از همان اول باید در مورد شما به دولت خبر میدادم. ما قانون کار برای بچه‌ها داریم. میدانید؟ پدر من برای دولت کار میکند. میدانید؟ پدر ثروتمند گفت الان داری مثل آدم‌هایی که در گذشته برای من کار میکردن صحبت میکنی. آنهایی که اخراج شده و یا استعفا داده‌اند. با عنوان یک بچه کوچک احساس شجاعت می‌کردم. ادامه دادم حالا مجبور نیستید این را به من بگویید. شما به من دروغ گفتید. من برای شما کار کردم ولی شما روی حرف خود نبودید. به من هیچ آموزشی ندادید. پدر ثروتمند به آرامی پرسید از کجا می‌دانی که به تو چیزی یاد ندادم؟
من با لب و دهانی آویزان گفتم خب شما تا به حال با من حتی صحبت نکرده اید. برای 3 هفته کار کردم و شما هیچ چیزی به من یاد نداده اید. او پرسید یاد دادن یعنی صحبت کردن یا تکلیف دادن؟ جواب دادم بله درست است. با لبخند گفت آن درس هایی که به شما در مدرسه یاد میدهند آن درسی نیست که زندگی به شما یاد میدهد. بهتر است بگویم که زندگی بهترین معلم می باشد. بیشتر اوقات زندگی با شما صحبت نمی کند. فقط یک طوری شما را تحت فشار قرار می دهد. با هر فشار زندگی می گوید بیدار شو. مواردی هست که می خواهم به شما یاد بدهم. من به آرامی از خودم پرسیدم این مرد درباره چی دارد صحبت می کند؟ زندگی من را تحت فشار قرار می دهد. یعنی زندگی در حال حرف زدن با من بوده است؟ حالا من متوجه شده بودم که باید از کارم استعفا بدهم. من داشتم با کسی حرف می زدم که باید به دست و پاهایش قفل می زدند. او می گفت اگر درس‌های زندگی را یاد بگیری به نحو احسن انجامش می دهی. در غیر این صورت زندگی به هول دادن و سرگردان ساختنت ادامه خواهد داد. مردم 2 کار انجام می دهند. بعضی‌ها اجازه دادند که زندگی آنها را تحت فشار قرار بدهد. عده‌ای عصبانی می شوند و شروع به فشار دادن دیگران می کنند. ولی آنها بیشتر این فشار را به رئیس، شغل و یا همسر خود وارد می کنند. در حالی که نمی دانند که این زندگی است که به آنها فشار وارد می کند. زندگی همه را تحت فشار قرار می دهد. بعضی‌ها رها می کنند. بقیه می جنگند. و تعداد اندکی درس‌ها را یاد می گیرند و حرکت می کنند. آنها به فشار زندگی خوش آمد می گویند. برای آن تعداد اندک از مردم این به این معنی است که آنها احتیاج دارند و می خواهند که چیزهایی یاد بگیرند. آنها یاد می گیرند و حرکت می کنند. اکثریت استعفا می دهند. و تعداد اندکی مثل تو مبارزه می کنند. من در مورد آنچه که می گفت چیزی نمی فهمیدم. پدر ثروتمند ایستاد و پنجره چوبی قدیمی را که احتیاج به تعمیر هم داشت بست و گفت اگر این درس را یاد بگیری با خردمندی رشد خواهی کرد و ثروت و خوشبختی یک مرد جوان را خواهی داشت و تمام زندگی خودت را با امید به اینکه یک اتفاق بزرگی خواهد افتاد و تمام مشکلات مالی تو را حل خواهد کرد سپری خواهی کرد. در غیر این صورت تمام زندگی خود را در حال سرزنش کردن شغل خودت سپری خواهی کرد. درآمد کم و یا مشکلاتی که با رئیس خود خواهی داشت. او نگاهی به من کرد تا ببیند من هنوز به حرفهایش گوش میدهم یا نه. نگاه ما به هم تلاقی کرد و به هم خیره شدیم. احساس کردم که بین ما از طریق چشمهایمان ارتباطی در حال جریان است. بالاخره وقتی آخرین پیام او را دریافت کردم نگاهم را از او دزدیدم. میدانستم که او درست میگوید. در حالی که او را سرزنش میکردم از او میخواستم که به من یاد بدهد. من داشتم میجنگیدم. پدر ثروتمند ادامه داد اگر تو از آن دسته از آدم‌ها هستی که دل و جرأت ندارند هر زمانی که زندگی به تو فشار وارد کند رها می‌کنی. اگر تو یک چنین آدمی باشی سعی می‌کنی تمام زندگی خود را با احتیاط پیش ببری و کارهای منطقی و درست انجام بدهی و خودت را برای رویدادی که هرگز اتفاق نخواهد افتاد آماده کنی. سپس به عنوان یک پیرمرد بی‌حوصله و خسته کننده خواهی دید دوستان زیادی خواهی داشت که تو را به عنوان یک مرد خوب و سخت کوش دوست خواهند داشت. اگر تو زندگی خود را محتاطانه سپری کنی، حقیقت این است که تو تسلیم فشار زندگی شدی. پس در عمق وجود تو ترس از خطر کردن وجود دارد. تو در واقع می‌خواستی که برنده باشی، ولی ترس از باخت در وجود تو بزرگتر از انگیزه برنده شدن بوده است. در عمق وجود تو خودت و فقط تو میدانی که برای برنده شدن به پیش نرفتی. خودت انتخاب کردی که محتاطانه رفتار کنی. دوباره چشمان ما با هم تلاقی کرد. به مدت 10 ثانیه به هم خیره شده بودیم. و زمانی که پیام را دریافت کردم، نگاهم را از او دزدیدم و پرسیدم پس شما سعی داشتید مرا به سطوح آورید؟ پدر ثروتمند خندید و گفت شاید برخی از مردم اینطوری بگویند. ولی من میخواهم بگویم که فقط ذره‌ای از طعم زندگی را به تو چشاندم. هنوز عصبانی بودم. ولی حس کنجکاوی من تحریک شده بود. حتی آماده یادگیری بودم. پرسیدم چه طعمی از زندگی؟ او گفت شما پسرها اولین کسانی هستید که تا به حال از من سوال کرده اید که چگونه پول درآوردن را به شما یاد بدهم.
من بیش از 150 کارمند دارم که تا به حال از من نپرسیدند که در مورد پول چه میدانم. آنها فقط از من تقاضای کار و یک حقوق ماهیانه کردند. هرگز از من نخواستند که اطلاعاتی در مورد پول به آنها یاد بدهم. برای همین هم بیشتر آنها بهترین سالهای عمرشان را صرف کار کردن برای پول می‌کنند، بدون اینکه بفهمند آنچه که برایش کار می‌کنند در واقع چیست. بنابراین وقتی مایک به من گفت که شما می‌خواهید یاد بگیرید که چگونه پول در بیاورید، تصمیم گرفتم خط سیری که شبیه زندگی واقعی بود برای شما طراحی کنم. من زمانی می‌توانستم با شما صحبت کنم که عقاید من را متوجه شده باشید، ولی شما نمی‌خواستید به توصیه‌های من گوش کنید. پس تصمیم گرفتم اجازه بدهم زندگی کمی شما را تحت فشار قرار دهد تا بتوانید صدای من را بشنوید. برای همین بود که به شما پرداخت فقط 10 سنت را پیشنهاد کردم. من پرسیدم پس من چه درسی از کار کردن برای دریافت فقط ساعتی 10 سنت یاد گرفتم، در حالی که شما کارمندان خود را با مبلغ کمی به کار میگیرید؟ پدر ثروتمند روی صندلی خود چرخی زد و از ته دل شروع به خندیدن کرد. بعد از اینکه توانست خنده‌اش را کنترل نماید گفت تو باید روزنه دید خود را عوض کنی. به من ایراد نگیر و فکر نکن که مشکل و مسئله اصلی من هستم. اگر فکر میکنی که موجب گرفتاری تو من هستم، پس مجبور هستی که دید من را عوض کنی. و اگر تو درک نمایی که مسئله اصلی خودت هستی، پس باید خودت را تغییر دهی. موارد جدیدتری یاد بگیر و عاقلانه حرکت کن. البته بیشتر مردم دنیا میخواهند که دیگران خودشان را عوض نمایند و نه اینکه خودشان عوض بشوند. ولی بدان که عوض کردن خود بسیار آسان‌تر از عوض کردن دیگران است. گفتم ولی من متوجه منظورتان نمیشوم. او با بیمیلی جواب داد برای مشکلات خودتان من را سرزنش نکنید. جواب دادم این شما هستید که فقط 10 سنت به من پرداخت میکنید. او با لبخندی گفت پس تو چه درسی داری یاد میگیری؟ با لبخندی گفتم اینکه شما آدم کم توجهی هستید. گفت ببین تو فکر میکنی که مشکل من هستم؟ گفتم البته همینطور است. گفت خیلی خوب، نظرت را برای خودت نگه دار و هیچ چیز یاد نگیر و فکر کن که مشکل اصلی من هستم. حالا چه میخوایی بکنی؟ ابراز داشتم خب اگر به من دستمزد بیشتری ندهی و یا احترام بیشتری به من برای یاد گرفتن نگذاری استعفا میدهم. او جواب داد موضوع جالبی می باشد و این درست همان کاری است که بیشتر مردم انجام می دهند. آنها استعفا می دهند و به دنبال یک کار دیگر می گردند. فرصت کاری بهتر و حقوق بالاتر. در حقیقت فکر می کنند که یک شغل جدید یا دستمزد بالاتر مشکل آنها را حل خواهد کرد. البته در بیشتر اوقات اینطور نخواهد بود. گفتم پس میگویی چه موردی مشکل را حل خواهد کرد؟ آیا این 10 سنت بی ارزش را در ساعت بگیریم و لبخند بزنیم؟ او جواب داد این کاری است که دیگران هم انجام میدهند. فقط مبلغی را ماهیانه قبول میکنند و میدانند که خود و خانواده آنها در مشکلات مالی دست و پا میزنند و تنها کاری که میکنند این است که منتظر یک افزایش دستمزد میمانند و فکر میکنند که پول بیشتر مشکلات آنها را حل خواهد کرد. بیشتر مردم به همین قانع میشوند و بعضیها هم به کار دوم میپردازند و سخت‌تر کار میکنند، ولی باز هم چکی با مبلغ ناچیز دریافت میکنند. من نشسته و به زمین خیره شده بودم و تازه داشتم شروع به فهمیدن درسی که پدر ثروتمند داشت ارائه میداد میکردم. توانستم آن درس را حس کنم. چشمی از واقعیت زندگی. بالاخره سرم را بالا آوردم و دوباره سؤال خود را تکرار کردم. گفتم پس چه روشی میتواند مشکل را حل کند؟ او در حالی که به آرامی با انگشت و روی سرم میزد گفت این فضا که بین 2 گوشهایت قرار دارد. در آن لحظه پدر ثروتمند موضوع اساسی را با من در میان گذاشته بود و آن راهی بود که او را از کارمندانش و پدر فقیر من متمایز میکرد و عاقبت هم همین موضوع او را تبدیل به یکی از ثروتمندترین مردان هاوایی کرد. در حالی که پدر تحصیل کرده ولی فقیر من تمام عمر خود را در مشکلات مالی به سر می برد. آری، این نقطه نظرات فوق‌العاده او بود که موجب تمام تفاوت‌ها در طول زندگی می شد. پدر ثروتمند از این دیدگاه صحبت می کرد و می گفت این آن موردی است که من اولین درس می دانم. فقیر و طبقه متوسط برای پول کار می کند و پول برای ثروتمند کار می کند. در آن صبح زیبای روز شنبه
در حال یاد گرفتن مواردی بسیار متفاوت با نظریه ها و موضوع هایی که تا به حال از پدر فقیرم یاد گرفته بودم به سر می بردم. در سن 9 سالگی دریافتم که هر دو پدرها می خواستند درسی بیاموزم. یعنی هر دوی آنها من را به یاد گرفتن تشویق می کردند. ولی درس ها متفاوت بودند. پدرم که تحصیلات بالایی داشت به من پیشنهاد می کرد همان کاری که او انجام داده پیش بگیرم و می گفت پسرم من از تو می خواهم که سخت درس بخوانی، نمرات بالا بیاوری تا بتوانی کاری با امنیت شغلی بالا در یک شرکت بزرگ پیدا کنی و مطمئن باشی که مزایای خوبی داشته باشد. پدر ثروتمند از من می خواست یاد بگیرم که پول چگونه کار می کند تا بتوانم آن را به کار بیاندازم تا برای من کار کند. البته این درس ها را باید متأثر از زندگی و راهنمایی های او یاد می گرفتم و نه با نشستن در کلاس. پدر ثروتمند اولین درسش را این گونه ادامه داد. گفت من خیلی خوشحالم از اینکه به خاطر کار کردن برای 10 سنت در ساعت عصبانی شدی. اگر تو عصبانی نمی شدی و آن را با خوشحالی می پذیرفتی مجبور بودم به تو بگویم نمی توانم درسی به تو یاد بدهم. حالا متوجه شده ای که یادگیری واقعی انرژی، اشتیاق و علاقه وافر می خواهد که عصبانیت قسمت بزرگی از این روش است. در حالی که شور و اشتیاق آکنده از خشم و عشق است. وقتی موضوع پول پیش می آید بیشتر مردم می خواهند که با احتیاط و احساس امنیت رفتار کنند. بنابراین شور و شوق نیست که آنها را راهنمایی می کند بلکه ترس است که راهنماییشان می کند. از او پرسیدم پس به همین دلیل است که شغلی با دستمزد کم اختیار می کنند؟ جواب داد برخی می گویند که من مردم را به کار می گیرم چون دستمزدی به اندازه کارخانه نیشکر و یا دولت نمی پردازم. ولی من می گویم مردم خودشان خود را به کار می گیرند. این ترس آنهاست، نه من. گفتم ولی شما احساس نمی کنید که باید دستمزد بیشتری به آنها پرداخت کنید؟ جواب داد من مجبور نیستم. غیر از آن پول بیشتر مشکل را حل نخواهد کرد. تو به پدر خودت نگاه کن. او درآمد بالایی دارد ولی هنوز نمیتواند صورت حسابهایش را پرداخت نماید. بیشتر مردم هرچه بیشتر پول در بیاورند بیشتر در قرض فرو میروند. من گفتم پس برای همین شما ساعتی 10 سنت به ما میدهید. این قسمتی از درس است؟ با لبخندی این جملات را بیان کردم. گفت درست است. ببین پدر تو به مدرسه رفت و تحصیلات عالی را طی کرد و برای همین توانست شغل خوبی با حقوق بالا پیدا کند ولی او هنوز مشکل مالی دارد و این مشکل به این دلیل است که او هرگز موردی در راستای پول در مدرسه یاد نگرفت و بالاتر از آن او برای پول کار می کند. من پرسیدم شما برای پول کار نمی کنید؟ پاسخ داد نه، در واقع نه. اگر می خواهی یاد بگیری که چگونه برای پول کار کنی در مدرسه بمان. مدرسه مکان خوبی برای یادگیری این روش است. ولی اگر میخوای یاد بگیری چگونه پول داشته باشی که برای تو کار کند، من به تو یاد خواهم داد. ولی اگر فقط بخواهی یاد بگیری. پرسیدم آیا کسان دیگر نمیخواهند یاد بگیرند؟ جواب داد نه، چون یاد گرفتن این که چگونه برای پول کار کنی بسیار آسان‌تر است. به خصوص اینکه وقتی موضوع پول در میان باشد احساس اولیه تو ترس خواهد بود. من با ترش‌رویی گفتم من نمیفهمم. او گفت الان در مورد این مسئله نگران نباش، فقط بدان که این ترس است که بیشتر مردم را سر کار نگه داشته. ترس پرداخت نشدن قبض و صورت حسابهایشان، ترس اخراج شدن، ترس نداشتن پول کافی و ترس از شروع دوباره. این ارزش تحصیل برای یادگیری یک حرفه و سپس کار کردن برای پول است. بیشتر مردم اسیر پول می‌گردند و سپس از دست رئیس خود عصبانی می‌شوند. پرسیدم یاد گرفتن این که پول داشته باشی تا برای تو کار کند یک رشته بسیار متفاوت در تحصیل است. او جواب داد البته. در آن صبح زیبای شنبه هوایی ما در سکوت نشسته بودیم و دوستان من داشتند لیگ کوچک بازی بیسبال را شروع می کردند. ولی به دلایلی از اینکه تصمیم گرفته بودم برای 10 سنت در ساعت کار کنم ناراضی بودم. البته احساس می کردم که دارم درسی می آموزم که دوستان من در مدرسه یاد نخواهند گرفت. پدر ثروتمند گفت برای یادگیری آماده اید؟ با لبخند جواب دادم بله. او گفت من روی قول خودم بودم و از دور به شما درس می دادم.
شما در سن 9 سالگی توانستید حس کنید که برای پول کار کردن چه مزه‌ای دارد. فقط ماه گذشته خودتان را در 15 سال ضرب کنید، متوجه خواهید شد که بیشتر مردم زندگی را چگونه می‌گذرانند. گفتم باز هم متوجه نشدم. او ادامه داد: چه احساسی داشتی وقتی توی نوبت منتظر بودی تا با من ملاقات کنی؟ یک بار برای استخدام شدن و یک بار برای درخواست پول بیشتر. جواب دادم: وحشتناک بود. او گفت: اگر راه کار کردن برای پول را انتخاب کنی، همان زندگی را خواهی داشت که بیشتر مردم دارند. چه احساسی داشتی وقتی خانم مارتین 3 سکه 10 سنتی برای 3 ساعت کار کف دستت گذاشت؟ گفتم: احساس کردم که این پول کافی نبود. در اصل به نظر نمی آمد، پس مایوس شده بودم. او ابراز داشت: و این درست همان احساسی است که بیشتر کارمندان وقتی به چک حقوقی خود نگاه می کنند حس می نمایند. به خصوص وقتی مالیات و عوارض از آن پول برداشته می شود. حداقل شما 100% پول خود را گرفتید. من متعجب پرسیدم: منظور شما این است که کارمندان تمام پول خود را دریافت نمی کنند؟ جواب داد: البته. دولت همیشه اول از همه سهم خودش را برمی‌دارد. سوال کردم: آنها چطور این کار را می کنند؟ جواب داد: مالیات. شما هر درآمدی که کسب کنید باید بابت آن مالیات بپردازید. حتی زمانی که پول خرج می کنید باید مالیات بدهید. زمانی که پولی پسنداز می کنید باید مالیات بپردازید و تا زمانی که بمیرید باید مالیات بپردازید. پرسیدم چرا مردم اجازه می دهند که دولت با آنها این کار را بکند؟ او پاسخ داد: ثروتمند این اجازه را نمی دهد. این فقرا و طبقه متوسط هستند که اجازه می دهند. من حاضرم با تو شرط ببندم که من بیشتر از پدر تو پول در می آورم، ولی با این حال او بیشتر از من مالیات پرداخت می کند. گفتم چطور ممکن است؟ به عنوان یک پسر بچه 9 ساله که این موضوع مفهومی برایم نداشت پرسیدم: چرا بعضی‌ها به دولت اجازه می دهند که این کار را با آنها بکند؟ پدر ثروتمند به آرامی نشست. حد زدم که او از من می‌خواست به جای نق زدن و پرت و پلا گفتن به حرفهایش گوش بدهم. بالاخره من آرام شدم. از مواردی که شنیدم خوشم نیامد. می‌دانستم که همیشه پدرم از پرداخت مقدار زیاد مالیات شکایت می‌کرد، ولی به راستی نمی‌توانست کاری انجام بدهد. آیا زندگی داشت او را تحت فشار قرار می‌داد؟ پدر ثروتمند به آرامی و با سکوت در صندلی خود تکانی می‌خورد و فقط به من نگاه می‌کرد. پرسید: آماده یادگیری هستی؟ سرم را به آرامی تکان دادم و او ادامه داد: همانطور که گفتم، موارد زیادی برای یادگیری وجود دارد و اینکه پول داشته باشی تا برای تو کار کند درسی است که در تمام طول زندگی باید در حال یادگیری آن باشی. بیشتر مردم برای 4 سال به کالج می روند و تحصیلات خود را تمام می کنند، ولی من می دانم که مطالعه و یادگیری من در مورد پول تا آخر عمر به طول خواهد انجامید. چون هرچه بیشتر در مورد پول می فهمم، متوجه می شوم که مدت زمان بیشتری برای یادگیری نیاز دارم. بیشتر مردم هرگز این موضوع را نه تنها درک نمی کنند بلکه به دنبال جستجوی آن هم نیستند. آنها به سر کار می روند و حقوق می گیرند و صورت حسابهای خود را پرداخت می کنند. فقط همین و بس. بالاتر از آن، آنها متعجب هستند که چرا مشکل مالی دارند. سپس فکر می کنند پول بیشتر مشکلات را حل خواهد کرد. عده‌ای کمی هم متوجه خواهند شد که این مشکلات برمیگردد به فقدان تحصیلات مالی آنها. من گیج شده بودم. بعد پرسیدم: پس چون پدر من چیزی از پول نمی‌داند مشکل پرداخت مالیات دارد؟ جواب داد: ببین، مالیات ها فقط قسمت کوچکی از درسی است که چگونه پول داشته باشی تا برایت کار کند. امروز من فقط می‌خواهم بفهمم که آیا هنوز شور و اشتیاق یادگیری در مورد پول را داری؟ چون بیشتر مردم نمی‌خواهند یاد بگیرند. آنها می‌خواهند فقط به مدرسه بروند و یک حرفه و شغل یاد بگیرند و با کار خودشان خوش باشند و بسیار هم پول در بیاورند، ولی بالاخره یک روز با مسائل بزرگ مالی از خواب بیدار می‌شوند و سپس مجبور هستند که سر کار بروند. این تنها روش دانستن چگونه برای پول کار کردن به جای این است که یاد بگیری که چگونه پولت برای تو کار کند است. بنابراین آیا هنوز اشتیاق یادگیری داری؟ من سرم را تکان دادم. او گفت: خوبه. حالا به سر کارتان برگردید. ولی این بار هیچ پولی به شما پرداخت نمی کنم. من با حالت تعجب پرسیدم:
چی؟ ابراز داشت. درست شنیدی. هیچی. شما به همان روال قبلی هر شنبه 3 ساعت کار میکنید. ولی این بار به شما آن 10 سنت در ساعت را هم نمیدهم. مگر شما نگفتید که شما میخواهید یاد بگیرید که برای پول کار نکنید؟ خب من هم به شما هیچ پولی نخواهم داد. من نمیتوانستم آنچه را که میشنیدم باور کنم. او گفت من پیشتر با مایک در این مورد صحبت کردم. او از قبل شروع به کار کرده است و به صورت مجانی مشغول گردگیری و تمیز کردن قوطی‌های کنسرو است. تو هم بهتر است عجله کنی و به سر کارت برگردی. فریاد زدم این عادلانه نیست. تو باید یک مبلغی پرداخت کنی. او جواب داد مگر تو نگفتی که میخواهی یاد بگیری؟ اگر از حالا این موضوع را یاد نگیری وقتی بزرگ شدی مثل همان خانم آقای مسنی که آن بیرون نشستن و برای پول کار میکنن خواهی شد. آنها امیدوار هستند اخراجشان نکنم و یا مثل پدرت که خیلی پول در میآورد اما تا خرخره توی قرض میباشد و امید دارد که پول بیشتر مشکل او را حل خواهد کرد. اگر این موردی هست که میخواهی من به همون معامله اصلی یعنی ساعتی 10 سنت برمیگردم. و یا اینکه میتوانی کاری را که بیشتر مردم انجام میدهند انجام دهی. شروع کن به شکایت کردن که این پول کافی نیست و استعفا بده و دنبال یک شغل دیگر باش. باز من از او پرسیدم حالا چه کار کنم؟ پدر ثروتمند آهسته با انگشت روی سرم زد و گفت از این استفاده کن. اگر از این خوب استفاده کنی به زودی از فرصتی که به تو داده‌ام متشکر خواهی بود و تبدیل به یک مرد ثروتمند خواهی شد. هنوز آنجا ایستاده بودم. باورم نمیشد که به چه معامله ناشیانه‌ای تن داده بودم. من برای درخواست دستمزد بالاتر به اینجا آمده بودم ولی الان بدون هیچ دستمزدی به سر کارم برمیگردم. پدر ثروتمند دوباره با انگشت به روی سرم زد و گفت این را به کار بیانداز. الان برو بیرون و برگرد سر کارت.